سلام، خیلی مخلصم. فؤاد هستم، همون 8 بیتی که ممکنه بشناسید و امروز اومدم که یکی از کنسولایی که توی بازار اومده جدیدن، یکی از کنسولایی که بازی نوستالژی داره و نسخه تکامل یافته همون کنسول گیم استیک 4K لایته که این مدل میشه گیم استیک 4K پرو و همونطور که میدونید یه الهاماتی از پلی استیشن 5 گرفتن یا همون PS5 که حالا میخوایم با هم ببینیم. توی فروشگاه ما هم موجود شده و خب میخوام کلن این رو براتون بررسی کنم. روی جعبه که نگاه میکنید هیچی در مورد حتی اسمش ننوشته، فقط زده 2.4 گیگاهرتز وایرلس و یه سری عکس هم اینجوری زده روی جعبه و این چیزیه که میبینید. حالا اینجایی که هست زده 3D 4K و 2 کنترلر که البته اصلا 3D نیست و 4K هم فقط کیفیت 4K بهتون نمیده، ولی به هر سایز تلویزیونی وصل کنید همون سایز رو براتون بازی ها رو اجرا میکنه. بریم بسته رو باز کنیم ببینیم داخل بسته چیه. این آقای ماریو هم یکم مزاحمه اینجا. خب بسته رو که باز میکنیم داخل جعبه 2 دسته دقیقاً مثل دوال سنس پلی استیشن 5 ولی با کیفیت خب قطعاً پایین‌تر قرار داره، ولی دسته ها خیلی خوش دسته رو البته با کیفیت تر شدن نسبت به گیم استیک لایت، چون اصلا این کیفیت پلاستیک سفید واقعا مشخصه، کیفیت خیلی خوبی داره و کلا خیلی خوش دست‌تر شده. کیفیت جویستیک ها هم خیلی بهتر شده، یعنی روی گیم استیک لایت یه حالت تو خالی بودنی میده و یه حسی میده، ولی توی این نه. ببخشید یه لحظه ویدیو رو قطع کردم. اینها حالت تو خالی بودن نمیده دیگه و خب حس بهتری میده و خب 2 باتری نیم قلم میخوره که البته من قبلا چون اینو تست کردم توش باتری انداختم. 2 باتری نیم قلم میخوره و دوام باتری خوبی هم داره، یعنی باتری نیم قلم ها مدت زیادی براتون کار میکنه و این از 2 دسته‌ای که داره اینجا یه دونه دکمه آن آف داره. و یه نکته بگم قبل اینکه بقیه محتویات رو نشون بدم، همین مدل رو میبینید همینو از چین میشه با قیمت‌های متفاوتی سفارش داد، یعنی همین شکل همین جعبه با قیمت‌های متفاوتی برای ما قابل سفارشه و اینی که من دارم بهتون معرفی میکنم مطلقاً دقیقاً همون چیزی نیست که شما توی همه فروشگاه‌ها میبینید، کلاً تفاوت‌هایی ممکنه وجود داشته باشه. این یک کابل میکرو یو اس بی همراهشه که برای اتصال این دستگاه به برق باید آداپتور کنارش می بود که آداپتور کنارش نیست، یعنی آداپتور تو جعبش قرار ندادن و شما باید از آداپتور گوشیت یا یه آداپتور دیگه استفاده کنید. توی جعبه یکی دو تا وسیله دیگه بود که نشون میدم. یه دونه تبدیل HDMI که HDMI رو یه ذره بلندتر میکنه که دستگاه رو بتونید روی همه تلویزیون‌ها وصل کنید. دانگل دسته ها هستش و اینجا خود دستگاه هستش و تغییراتی که از نظر شکل خود دستگاه کرده میبینید دیگه. یه ذره از نظر سایز که هیچ فرقی نکرده، یه ذره این اول اینکه سفید شده رنگش و یک ذره طراحیش رو تغییر دادن. حالا فرق زیادی نمیدونم کرده باشه، فکر نمی کنم. اینم تاریخ ساختشه که 2023. اینجا یه پورت USB داره که دانگل دسته رو بهش میزنید، یه پورت برای تامین برق و مموری که همراهشه. این دستگاه با مموری های 16 32 64 و 128 گیگ قابل سفارش از چین که ما مدل 64 گیگش رو توی فروشگاه موجود کردیم و الان هم مدل 64 گیگش رو آوردم که براتون تست کنم دیگه. این قسمت رو که باز کنید HDMI رو دارید، HDMI رو وصل میکنید به تلویزیون و آداپتور رو میزنید و روشن میشه. رو میخوام براتون تست هم بکنم بگیرم که چجوریه، بازیاش چیه و اینا. فقط یه آداپتور خوب بهش بزنید. من یه سری آداپتور 1 آمپر بهش زدم، زورش بهش نمیرسید، سرعتش کم بود، ولی آداپتور 2 آمپر به بالا بزنید که سرعت خوب بهتون بده. یه موضوع دیگه که هست، دسته ها رو میتونید روی لپتاپ و کامپیوترتون هم استفاده کنید. دانگلش رو که داره، باتری بندازید، دانگل رو بزنید به لپتاپ یا کامپیوتر، حالش رو ببرید. بریم روی تیوی براتون تست بگیرم ببینیم اصلا چی داریم. خب دوستان، کنسول رو که به تلویزیون وصل میکنید براتون 20,000 تا بازی میاره که هم به صورت دسته‌بندی، هم خودتون یه قسمت فیوریت دارید که میتونید توش بازی اضافه کنید. حالا من اگه این گزینه آل گیمز رو بزنم
پایین بیام میبینید که 20039 تا بازی توشه که اصلا هم توش تکراری نداره. یعنی چیزی نیست که بگیم 100 تا بازی 200 بار تکرار شده، به این صورت نیست، نه. و کنسولای زیادی داره که میخوام تک تک با هم کنسولا رو ببینیم. یه کنسول اول آرکید کلاسیکسه که واردش بشیم میبینید که بازی مختلف دستگاه های آرکید رو داره که بیشتر توی آمریکا و اروپا رایج بودن. دستگاه آرکید توی فروشگاه ها، توی گیم نت های اون زمان، حالا نمیشه اسمشو گیم نت گذاشت، بودن اینا و اکثرا بازی مثل استریت فایتر های نسخه های قدیمی و اینجور چیزا هستن. حالا سوپر کامیک بوک هم داره، سامورای شادو داره و کلی بازی، حدود 600 تا توی آرکید کلاسیک بازی هست. فاینال برن رو داریم که اینم نمیدونم دقیقا، نمیتونم در موردش توضیح بدم، ولی اینم یه سری بازی ها داره اینجا که میتونید ببینید. اینم یکی از کنسولاشه. مثلا این بازی مارول هستش و مارول وی اس کپکام بود و کلی بازی مبارزه‌ای هم اینجا دارید که اینم 19 تا گیمه. کنسول میم رو داریم که معروفه، البته نه زیاد برای ما ایرانی ها، ولی کنسول معروفیه. خب بذارم میم رو باز کنه. خب اینجا توی کنسول میم یه چند تای بازی هست که من نمیدونم، واقعا بازی ها رو آشنایی ندارم این چند تا رو که بگم چی به چیه و زیادم نیست، 13 تاست. آتاری 2600، آتاری 5200 و 7800 همشون برای ما ایرانیا کنسولای محبوبی بودن زمان خودشون و اینا هم بازی های ساده آتاری رو دارن که دیگه اولیه ترین کنسولای دنیا بودن. حالا اگه یه سری کنسولای خیلی رد پایین تر رو در نظر نگیریم، توی آتاری هم 2600ش 559 تا، توی 5265 تا گیم که میبینید بازی المپیک و اینا رو داره، قدیمی ها رو، و توی 7800ش هم 81 بازی هست و کلا زیاد بازی های جالبی نیست مگه اینکه خیلی خاطره داشته باشید باش روی آتاری، ولی کنسولای جالب زیاد داره، حالا بهش میرسیم. کنسول لینکس رو داره که 102 تا بازی توی کنسول لینکس هست، مشابه آتاریه، یک کم شاید بگم بهتر و باز هم زیاد چیز با ارزشی نیست این کنسول. 3 تا کپکام کالکشن داریم که بازی های کپکام رو شامل میشه. یکیش 20 تا بازی داره، یکیش دیگه‌ش هم باز 20 تا و سومیش 494 تا که من یکش رو باز میکنم. اول یه نگاهی بندازیم. یکم دیر این کپکام کالکشن کلا یکم دیر باز میشه. اون کنسول میم هم دیر باز میشد. من سری قبلا تست کردم اینا رو دیدم که دیرتر باز میشه. خب این کپکام کالکشنه که بهترین بازیاش میشه گفت همین متال اسلاگ ایکس و متال اسلاگ 2 و 3 و 4 و 5 که بازی فوق‌العاده خوبی هستن. یعنی دیگه جز معروف ترین بازی دنیا هستن که میتونید بازی کنید، ولی چیز هم داره روش، استریت فایتر هم داره که دوستانی که آشنا هستن میدونن استریت فایتر چیه، چجوریه و کلا چقدر محبوبه. خب بیایم عقب. اون دوتا کپکام کالکشن رو باز نمی کنم، فقط بدونید کلیت بازیاش همونه. این پی سی انجاین هم بازیاش در حد میکروه و انترتینمنت سیستم هم داره که 3900 تا بازیه. خب کنسول نش رو داره. یه موضوعی که توی این کنسول یه ضعفی که من دیدم اینه که وقتی زیاد توی منوها میگردی، الان که من داشتم زیاد تون توی منوها سویچ میکردم، مشکلی که پیش میاد اینه که هنگ میکنه بعضی وقتا توی منوها و این مشکل رو داره. البته ممکنه به خاطر سرعت پایین مموریش باشه، نمیدونم. و کلی سوپر ماریو داره روی این کنسول و بازی‌های هواپیمایی که معروف بودن اون موقع همش روش هست و کنسول باحالیه. کلا این سوپر پلامبر که نوشته همش ماریوه و حالا بعضیش عکس نداره ولی همشون ماریوه و ماریوهای زیادی داره و بازی‌های قدیمی باحال هم زیاد داره دیگه. حالا من همه رو قطعا نمیشناسم ولی خب زیاده تعداد بازی‌هایی که توی این کنسول هست و اینم ادونچر آیلند داره دیگه، کلی بازی اینجا داره. میخوام بیام عقب توی گیم بوی هم که برید
بازی گیم بوی سیاه‌سفیده، چون اون زمان گیم بوی کلا یه کنسول دستی سیاه‌سفید بود، ولی یعنی ببینید الادین و اینا رو بردن سیاه‌سفید کردن توی این کنسول، ولی گیم بوی کالر هم داره که بازی‌ها رو رنگی بهتون میده. حالا سوپر فامیکام هم جزو کنسولای فوق‌العاده است، یعنی کنسولایی که دیگه برای ما خیلی خاطر انگیزه. و اینم حالا ببینم کدوماش عکس داره، یه سریاش کلا عکس نداره. کلا توی سوپر فامیکام هیچ کدوم از بازی‌ها عکس نداره از روی اسمشون، مگه اینکه برید مثلا الادین رو داره. ببینید بازی الادین اروپا، فرانسه، آلمان، ژاپن، اینا نسخه‌های کشورهای مختلفی که داره. خب سوپر نینتندو هم که دیگه خدای بازی نوستالژی سوپر نینتندو، هرچی بازی درست حسابی مثل ماریو براس 3، مثل خیلی بازی ها مثل همین اکتریزر و بازی خوب رو توی سوپر نینتندو پیدا میکنید. حالا اینم بعضیاش عکس نداره دیگه، نمیدونم چرا بعضی از بازی ها عکس نذاشتن. و اینم بازی یوگی که من اون زمان بازی میکردم، خیلی باحاله، یه جایش توی آب، یه جایش توی خشکیه و بازی کلا جالبه. این هم یه سری از بازی. این بازی الادین خیلی بازی خوبیه، حتما اگه حتی خاطر ندارید ازش بازی کنید که خیلی بازی جذابی، هنوزم گیم پلی خوبی داره. حالا کلی هم بازی اینجا داره و میخوام بیام عقب گیم بوی کالر رو با هم ببینیم. بازی گیم بوی معمولیه ولی دیگه رنگیه اینجا و به اسم گیم بوی کالر هستش که کلی بازی مختلف هم اینجا داریم. گیم بوی ادوانس بازی خیلی خوبی داره، مثلا این بازی 207شه، باز یه 207 نایت فایر داره، فوتبال 2006 داره مثلا. البته فوتبال 2006ش اون فوتبالی نیست که شما فکر میکنید، ولی کلا بازیای با گیم پلی خیلی خوب داره. و اینم خب یکی از کنسولاییه که باز تو اینم الادین است، یکی از کنسولاییه که میتونید روش حساب کنید. باحال سگا جنسیس، اون سگایی که ما خیلی بهش ارادت داریم و اینم کلی بازی سگا روش داره و خیلی زیاده، یعنی همه بازیایی که شما ازش خاطر دارید مثل سونیک و اینا رو همه رو داره دیگه. نگرانش نباشید توی سگا که همه رو کامل داره. 884 تا اینجا سگا داره. حالا باز بهتون میگم سگا گیم گیر رو داریم که یه ذره گرافیکش از مگا درایو پایین تره، البته نه هم سطح اون چیزی که من میبینم. و اینم کلی بازی داره 260 تا. و اینجا جنسیس مگا درایو که همون سگا مگا درایو خودمونه، همون سگایی که خودمون بازی می‌کردیم، ولی اینجا باز تعداد بازیاش بیشتر شده که من توی پیج اینستا دیدید بازی مثلا شورش در شهر یا همون استریتس آف ریج رو آوردم بازی کردم، بازی باربی و نمیدونم همه بازیایی که میخواید دیگه، مثلا مایکل جکسون اگه یادتون باشه و کلی بازیای مختلف که اینجا 3400 تا بازی سگا داریم. یه نئو پاکت داره که نمیدونم چه کنسولیه، ولی اینم از اسمش معلومه که کنسول دستی بوده اون زمان. و خب اینم یه سری بازی‌ها داره که حدود 81 و پلی استیشن 1 که البته من یه باگی توی این قسمت پلی استیشن 1 دیدم که اونم اینه که نمیشه بعضی بازی‌ها رو اجرا کرد، یعنی مثلا درایور 1 روشه ولی وقتی میزنی اجرا نمیکنه و نمیدونم دلیلش چیه، ولی قابلیت نصب بازی روی این کنسول هست. حالا بعداً آموزشش رو بتونم توی همین چیز براتون میذارم، توی همین کانال یوتیوب. ولی حالا میخوام فوتبالش رو که خیلی براتون مهمه اجرا کنم، با هم فوتبال رو ببینیم. پلی استیشن 1 دیگه آخرین کنسوله، واسه همین دیگه من فوتبال رو اجرا میکنم، با هم ببینیم چجوریه. خب یه نکته ای هم که هست، من از اجرا نشدن بازی پلی استیشن یه چیز رو فهمیدم. الان فوتبال رو هم که زدم اجرا نکرد، باز یه بار کنسول رو خاموش روشن کردم فوتبال رو اجرا کرد. فکر میکنم بقیه بازی ها هم همین جوری بوده که من نمیدونستم واقعا. البته باگه دیگه، نباید اینجوری بشه، ولی خب دیگه با یه کنسول ارزون قیمت طرفیم که 20000 تا بازی داره و خب یه باگایی هم باید دید. من رمز
تیم منتخب رو بزنم. چپ راست ضرب در دایره. الان تیم منتخب فعاله. من عادت دارم دیگه باید با تیم منتخب نه با خود تیم بازی کنم، ولی دوست دارم که تیما باشن. خب ایناش که اصلا ژاپنیه نمیدونم چیه. من ایران آوردم. علی دایی هم تو بازی هست قطعا. و بریم ببینیم دکمه هاش چیه. تو ورژن ژاپنی فکر کنم دکمه ها یکم فرق میکنه. سخت بازی کردن. خیلی وقت اینو بازی نکردم. یادم نیست اصلا همچین ضربه‌ای گل میشد با ضربه آزاد گل کرد تو 98 یا نه. الان مثلا دکمه مثلث به جای پاس عمق سانس میکنه و این نسخه ژاپنش یا باید دسته ها رو چیز کنید، خودتون adjust کنید. بازم مثلث رو زدم زد زیر. این هم از فوتبال 98ش. بعد موقعی که توی بازی هستید دکمه مود رو بزنید و یه منو براتون میاره. البته یکم منو رو دیر میاره، باید یه 5-6 ثانیه صبر کنید. اینجا آخرین گزینه رو بزنید کویت گیم میاد بیرون و میتونید بازی دیگر رو بزنید. حالا مثلا میخوام بیام بیرون برم روی کنسول سگا و یکی از بازی سگا رو اجرا کنم. این یکی از مثلا نوارهای سگاست که مثلا یادتونه یه نوار بود چند تا بازی روش بود. حالا اینو میخوام اجرا کنم. یکی از بازیایی که توی اینستا هم بازی کردم چون دیگه خیلی برای ما خاطره داره این بازی استریت آف ریج، همون شورش در شهر خودمونه. بریم اینم ببینیم. مثلا این تیتراژ اولش باحال بود. خب اینم از این بازی رو تو اینستا هم گفتم. مرحله آخرش یه سوال ازتون میپرسه، اگه درست جواب ندید برمیگردید مرحله 6، یعنی تو استیج 6 دوباره باید برید از اول تا استیج فکر کنم 9 بود مرحله آخرش، نمیدونم یا 12، ولی باید حواستون به سوالی که میپرسه باشه. فکر کنم اون کسی که اونجا شکست میدید بهتون پیشنهاد همکاری میده، اگه قبول کنید برمیگردید به مرحله 6. خیلی باحاله. حالا جلوتر مثلا یه سری چیزا رو میگیره، مثلا این بطری رو الان من گرفتم اینجوری. مثلا بازیاش به جز گیم پلی باحالی که داشت، شادن، پس زمینه و کلا محیط بازی شاده و این باعث میشد که خاطرات خوبی از بازی‌ها بگیریم. اینم از شورش در شهرش که حالا چون توی یوتیوب یکم میشه ویدیو طولانی تر گذاشت، من یه ذره بیشتر بازی کردم. خب بیایم بیرون دکمه مود رو بزنیم. یه 7-8 ثانیه طول میکشه اینو. البته این سری زودتر آورد. فکر کنم یکم بازی پلی استیشن 1 سنگین تره، به همین خاطر دیرتر میاد.
حالا کاش سرچ هم داره، خدا رو شکر. دکمه مثلث رو بزنید سرچ رو براتون میاره. میخوام سونیک رو سرچ کنم ببینم میاره. البته دقت که کردم بعضی بازی ها رو به اسم خودش ذخیره نکردن روش، یعنی شما بازی رو میبینی ولی اسم خودش نیست. باید حواستون باشه اگه چیزی رو سرچ کردید نبود مطمئن نشید که قطعا روش وجود نداره. هست ولی ممکنه با اسم دیگه. من سونیک رو زدم، این یه دونه، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا، 8 تا، 9 تا، کلی سونیک داره. نگاه کنید اینا همش سونیکه دیگه. حالا تک تک نمیخوام دیگه بقیه‌شو بشمارم ولی داره دیگه. حالا مثلا فکر کنم این نسخه اون نسخه معروفش باشه. بریم اجرا کنیم. آره دقیقا همون نسخه ای که خودمون بیشتر بازی میکردیم. توی گرین هیل شروع میشد و اون مراحلش که توی شهر بود وحشتناک سخت بود. اصلا نمیدونم این بازی رو برای کی درست کردن ولی دیگه اعصاب آدم رو یه جای خورد میکردن قد سخت. اینم از بازی جذاب سونیک که خداییش میگم اعصاب خورد میکرد ولی خیلی حال میده. وارد پورتال میشد، اون زمان پورتال مود نبود خداییش. اینم از یه مرحله از سونیک و کلی بازی دیگه میتونید ماریو ها رو با این سری مود رو زدن سریعتر ماریو ها رو بازی کنید، بازی دیگه رو بازی کنید و خیلی نوستالژیکه. حالا اگه بشه روش بازی نصب کرد آموزشش رو سعی میکنم بذارم توی اینستا هم میگم میشه یا نمیشه. حالا ببینیم چجوری میشه. اینم از کنسولمون. اینم در نظر بگیرید که هم دسته‌هاشو میتونید استفاده کنید برای لپتاپ و کامپیوترتون، هم با دستایی که داره میتونید 2 نفره هم بازی کنید. اینم یکی از مزیتاشه. سلامتی شما. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. سعی میکنم بیشتر توی یوتیوب براتون کار کنم. حتما سابسکرایب کنید که باعث دلگرمیه. مرسی.